میخوام بگم 1 2 3 4 فری استایل میرم. با شروع صدای خواننده و ضرب آهنگ میخوام از حرکت 6 کانت استفاده کنم. حرکت 6 شماره. میخوام بگم بغل عقب جلو، 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 بغل عقب جلو. 3 بار که این حرکت رو انجام دادم بعدش میگم 1 2 یادتونه این حرکت بغل عقب بغل جفت، 1 2 بغل عقب بغل جفت. دوباره یه 6 کانت. 1 2 3 4 5 6. حله. میرسیم به اوج آهنگ. اوج آهنگ از پای استفاده میکنیم که تو سازهای کوبه‌ای استفاده میشه. میشه 1 2 3 4. دستا رو انگار میخوام بگم بالا. اینه آره راست میگی. اون پنجاست اینه. بگیم 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3. بچه‌های مبتدی بگن جلو عقب جلو عقب. 1 2 3 4. بچه‌های پیشرفته میگن 1 2 3 4 5 6 7 8. منتها چون آهنگ اوج آهنگ بالاست باید با تمام هیجانتون توپا رو خیلی بنداز بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. میخوام برم جلو. 5 6 7 8. 1 2 3 4. میخوام بیام عقب. اینو که رفتیم بعد 4 تا رفتیم بعد میشه 1 2 3 4. 4 شماره میخوام ادای کوبیدن درارم. بچه‌ها فقط اینجا رو توجه کنید. اینجا میخوام ادای کوبیدن درارم. نبینم کسی پاشو بکوبه زمینا. این غلطه. این زانو میاد تو دهنم. من ادای کوبیدن در میارم. میگم میبینید اصلا صدای پای من نمیاد. در واقع پامو که میکشم تو زیر شکم درگیره. کرانچ شکم دارم میزنم و پامو ادای کوبیدن رو در میارم. زمین نمیکوبم. پس چی شد؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4. دایرمو 4 قسمت میکنم. هر یه رو به ساعت یه ضربه میزنم. میشه چی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. موزیک خالی آهنگ میشه چی؟ میشه سینگل دبل. در واقع دارم میگم 1 2 1 2 3 4. 3 تا چو عقب رفتم 4میشو چرخیدم. بچه‌های من میرسیم به قسمتی که پارت
خواننده ها نمیدونم حرف سوم یا پنجم. 1 2 3 وکال متفاوته. خواننده داره کششی در واقع صداشون رو میکشن و از حرکت کششی میخوام استفاده کنم. دست من از بالا میومد. میخوام بگم 1 از بالا 2 بعد پا رو نگاه کنید 7 8 حالا میخوام بگم 1 2 3 4 دوباره 1 2 7 8 یه بار دیگه 1 2 7 بریم. دوبار میریم یه حرکت مربع 1 2 3 4. برای پارت بعدیش اسکات پا میرم میگم 1 2 3 4 اسکات 2 3 4 1 رو بچه ها بدنم نیم رخ میشه اسکات پا بعد میشه 2 3 4 میبینید منو دوباره اسکات پا فیله کمر صاف 2 3 4 بعدم یه دونه مربع.